باز کنیم بکشیم. خب مقصد حتما نمیگه بوده دیگه اگه نه بیگناه مردم چی نگاه میدارن دیگه. امیر توجه شما رو میخوایم عثمان خان بگین که باز یک دفعه بیایم ببینیمش. حتما انشالله موفق باشین. خداحافظ شما. 5-6 نفر خدا روز اول بردن به ارتباط بچه دکتر. خب رای خدا نیست دیگه و بچه دکتر از دیگه جای پیدا شد، از دیگه گروه پیدا شد، عاملین قضیه دیگه کسا شناسایی شدن. بله نه اشتباه گرفتی. عصرتان بخیر و باز هم فردا برنامه مسیر فراموش البته مسئله بسیار زیاد رنج‌آور برای زنای افغانستان ازدواج‌های زیر سنین بلوغت است، یعنی دختری که هنوز بالغ نشده پدرها به خاطر منافع شخصی خود یا وارثین از اونا مثل برادر، مثل کاکا، مثل کسایی که خود وارث از اونا میدن در حالی که غیر قانونی و غیر شرعی است، اونا رو به زیر سن بسیار خرد به ازدواج میتن. این بسیار رنج‌آور است برای زنای افغانستان. مثلا در قانون مدنی ما آمده که سن ازدواج برای دختر تکمیل 16 سالگی و برای پسر تکمیل 18 سالگی. چنانچه در اواخر در پارلمان بسیار کوشش شد که سن ازدواج برای دخترها هم بالا بره و به 18 سالگی برسن. اما متاسفانه در قانون جزا برای متخلف از این مجازات پیش بینی نشده. طلاق در قانون افغانستان به اختیار مرد است. بدون از اینکه زن خواسته باشه طلاق خود بگیره، کل سرنوشت از او را به عنوان یک زن ناشزه میره در یک پارچه کاغذ دوشته میکنه، میره بر روی میز قاضی میگذاره من زن خود طلاق دادم، بدون از اینکه او زن در همون جلسه قضایی حضور داشته باشه. اما اطفال از او را میگیرن و دختر فرض میکنیم تا 9 سالگی و پسر تا 7 سالگی به مادر میمانن. بعد از او با نهایت انس و الفتی که طفل با مادر خود داره، با وجود از او قانون طفل وقت 7 سالگی رو تکمیل کرد بچه و 9 سالگی دختر او از مادر میگیرن، پس بر پدر یا فامیل پدر میتن که به نظر من نهایت قساوت قلب و ظلم است. بله دارم واسه من میشه همون کلکه پیش کن تو خیر از خدمت صداقت دیگه کاری نمی‌کنی اون کلکه نبسته کن تو در حدود 6 ماه به این طرف است که من از طریق پیام و از طریق تلفن و از طریق یادداشت تهدید میشم، اما من به توجه به این کارا وظیفه خود ادامه دادم. یک مشکلی که در جامعه برای زنها وجود داره امی است که زنها متاسفانه از مراجعه به ادارات قانونی
حراس دارن و از این بدنامی که شایع است در ما بین مردم که زنی که به سارنوالی مراجعه کرد، زنی که به محکمه مراجعه کرد از خود محکمه و سارنوالی باشه. روز جهانی زن را برای تمام زنان دنیا و خصوصا برای زنان کشور عزیزمان افغانستان تبریک میگویم. زن مادر است و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرماید بهشت زیر پای مادران است. کجا شد وای بهاره کوچه های ما کجا شد خدایی یا خدایی کجا شد روید ای دختران روید ای دختران نسل مادر روید ای دختران نسل مادر بپرسید آن صدای ما کجا شد آن صدای ما کجا شد صدای ما کجا